قرار بود در خانه مرزبان حسن اکبروف روز 20 می توی شود. اما مرگ مرزبان 31 ساله این حولی توی خانه را به ماتم خانه تبدیل داد. حالا شکرانه اکبرова به جای آغوش گرفتن برادر عکس بیجانی او را بغل می کند. دیگر حسن به توی خواهرش آمدن نمی تواند. آرزوهایی پیش از توی وعده کردهش را با خود به خاک برد. حسن اکبروف پیش از مرگ به مادرش زنگ می زند و در حقش دعا طلب می کند. میرنبی حسنова مادری حسن اکبروف می گوید این آخرین صحبت او با پسرش بود. همون شب اما آخرین گپ زدن شاید یک بعد بود. گفت در یک جای چیم گفته که خیلی توکل به خدا گفته دعا که مادر در حقم که جام بیزی بای گفت همین گپ زد دیگه تمام. دیگه چی نکرد همون نفسی خون هر روز تلفن میکرد در روز 3 بود 4 بود تلفن میکرد زن گلکش موجا بده هم لیلی بوده بدی امره تلفن میکرد هر ساعت دیگه اینا نمیکنه تلفن گپ نمیزنه ختم دیگه. میرنبی حسنова میگوید شب 29 و 30 اپریل خواب دیده است. حسی بد او را پریشان کرد ولی نمیدانست که جسد پسرش در راه به سوی فرخار است. از مرگ حسن هم دهگان آگاه بودند ولی نه مادر. خوبی خیلی چی دیدم ده حساب خونه همسایه رفتم زنک همسایه اون است به همون گپ زدم که من خیلی حسن در خوب امی خیلی خوب بیزیب دیدم گفتم دیلم کیم چه خیلی اون هم کلی نگفتم که کلی خستگ بخیل استگ خیلی گفتم خیلی با اتخاشات توی دوش پخته مختار هم همینجا اومدم که همسایه و من گفتم پخته را بر در خونم هم او چی بده میکر او دروش به خواهر شدی نرسید. خانواده حسن اکبروف همه به توی آمادگی میدیدند. حسن نیز دعوت شده بود. به خواهرش ماشینه درزدوزی وعده میدهد اما مرگ او را نگذاشت که به این وعدهش وفا کند. ولی آرزو داشت به نزدیکی بعد عید مقصد 4 روزه عید توی خواهرچش داشتیم مقصد به خواهرم ماشینه گرفتم میارم مقصد میام خیر خدمت برادرانم همچون پدر مقصد میشد پدرم گذاشتگی همچون پدر خدمت پدرانم چی میکنم بعد آرزوهای داشت که مقصد در آینده فرزندان مقای دختر ما فرزند مقای دخترم رنگ خودم مقصد بخونانم کارگر کنم مقصد در قناتم راست کنم. حسن ساعت 16 روز 29 اپریل با برادرش ایدیبای یک تماس کوتاه میگیرد. ایدیبای گشته به حسن زنگ میزند ولی از آن سوی گوشی صدا نمی آید. پس از یک روز خبر مرگش را میگیرند. ایدیبای اکبرزاده میگوید که در تن برادرش 2 زخم تیر بود. یکی از پشت در طرف دست راست، دیگری در تگ دیل. ایدیبای میگوید همکاران حسن گفتند که او هنگام محافظت از رئیس شهر ایسفره تیر خورده جان داده است. بچه تیر خورده بچه شب 30 اپریل جسد حسن را به خانواده‌اش آورده تسلیم کردند و او را روز 1 می در دهه علاءالدین فرخار دفن نمودند. برای همدردی این خانواده سروزیر قاهر رسولزاده و رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده آمدند. رئیس ولایت به خانواده حسن اکبروف وعده داده است که زن و فرزندان خردسال او را به منزل زیست و با تمام شرایط مناسب تأمین می‌کنند. حسن اکبروف ساکن دهه علاءالدین ناحیه فرخار از سال 2011 در کمیته مرزبانی خدمت می‌کرد. 4 سال پیش او را از دوشنبه به مرز شهر ایسفره جماعت چارکو فرستاده اند. حالا از او 2 کودک یتیم مانده است. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی، فرخار.